سلام، حالتون چطوره؟ خوش اومدیم به چنل یوتیوب آکادمی. توی این ویدیو اومدیم سراغ برنامه اکسدیت خانم شیوا و افشین عزیز از برنامه اشکان که ویدیو مربوط به اکسدیت هست، رابطه‌ای که از قبل داشتن. یه نکته بگم بچه‌ها، تو ویدیوهای قبلی که المیرا و امیرعلی بودن من دیگه تقریبا عمده اختلافاتشون رو گفتم که سر چی بود. البته فقط از منظر رفتارشناسی دیسک و شخصیت شناسی MBTI. دیگه خیلی نیازی نبود ویدیوهای دوم براش ضبط بشه، برای همین دیگه توی این ویدیو اومدیم سراغ شیوا و افشین عزیز که اکسدیتشون رو با همدیگه مشاهده بکنیم و چالش های روابطشون رو با همدیگه بتونیم راجبش صحبت بکنیم. بریم که ویدیو رو با همدیگه ببینیم چالش های رابطهشون شامل چه مواردیه. شیوا و افشین عزیز. سلام. چطوری؟ خوبی؟ خداش. و اول خودتون معرفی کنید. بفرمایید. من شیوا هستم، 32 سالمه. 32 سال. شغلتون؟ به بایو پیج شیوا نگاه بکنید بچه‌ها. عکس کتاب گذاشته، مربوط به مثلا مطالعه هستش، مربوط به نقاشی هستش، ورزش میکنه و مدال گذاشته که احتمالاً توی ورزش مقام داره و یه پنجره هم گذاشته که فکر میکنم مربوط به عکاسیه. ببینید تا همین جا در نظر بگیرید بچه‌ها، فضاهای مربوط به مطالعه کردن، هنر، عکاسی، اینها معمولاً جاهایی که انها خیلی مشتاقن که انجام بدن. انها که همون افرادی که اطلاعات رو شهودی از دنیای اطرافشون دریافت میکنن، براشون خیلی مهمه با کاری که دارن انجام میدن یه رابطه عاطفی و حسی پر از احساس داشته باشن. ولی اسها که نقطه مقابل انها هستن خیلی دنبال چنین چیزی نیستن. میگن یه کاری رو باید انجام بدیم دیگه، حالا چه فرقی میکنه مثلا این نقاشی باشه پر از احساس باشه یا مثلا عکاسی باشه پر از مثلا هنر و ظریفکاری و حس باشه. این فضاها رو معمولا انها خیلی دوست دارن و جذبش میشن. من کلینیک پوست و مو. بسیار عالی. شما؟ افشینم، 33 سالمه. شغلم حالا چند تا کاری انجام میدم ولی خب ساخت و ساز و هر از گاهی هم تو گوش من. افشین رو نگاه بکنین، خیلی شفاف و مشخص نمیگه که دقیقاً چی کار داره میکنه. میگه یک کوچولو مثلا ساخت و سازه، یک کوچولو هوش مصنوعی، یک کوچولو اون یکیه. معمولاً پی ها اینطورن بچه‌ها. پی ها آدمای منعطفی بودن در MBTI که خیلی به یه جایی نمیچسبیدن و نیاز نداشتن ساختارمند باشه زندگیشون. پی ها اینجوری هستن، معمولاً توی چند زمینه فعالیت میکنن و اصلاً آدمای تک شغلی نیستن. پی ها اگه تک شغل باشن معمولاً دچار افسردگی میشن و جذابیت کار و زندگی براشون کم میشه. افشین با توجه به معرفی که داره از خودش انجام میده به احتمال زیاد در MBTI کاراکتر پی بالایی داره. مسئولی سرکی میکشم. پس ما اینجا یه مهندس داریم، یه خانم دکتر. بله تقریبا دیگه درسته دیگه. خیلی خوشبخت. منم عزیزی فدات بشم. خب بخواه اول از همه بریم سراغ این که دیشب که خبردار شده امروز قراره بیاد اینجا چه حسی داشتید؟ من خوب نبودم. مدل نشستن شیوای عزیز رو نگاه بکنین. شیوا خیلی اتو کشیده و استوار نشسته روی صندلی. این سبک نشستن بچه‌ها که خودشون رو ول نمیدن روی صندلی و خیلی صاف و استوار میشینن، معمولا توسط جی ها دیده میشه. جی ها آدمایی هستن که دوست دارن همه چی خط کشی باشه و اصلا احتمال مبتلا به OCD در جی ها خیلی زیاده که دوست دارن مثلا لپتاپشون صاف باشه، اتاق مرتب باشه، همه چی تکمیل باشه. مدل نشستن شیوای عزیز دقیقاً بیانگر نظم بالایی که توی زندگی داره هست، یعنی همون فاکتور جی. از اون طرف افشین رو نگاه بکنید. افشین خیلی راحت نشسته، خودش رو ول داده روی صندلی، لباس خیلی راحتی پوشیده و خیلی خشک و سفت و سخت ننشسته روی صندلی.
که معمولا پیها اینطور هستن. چرا؟ دوست نداشتم خیلی بیام، خیلی مایل نبودم بیام. که ما رو ببینید یا آقا افشین؟ چون بله. افشین جان شما چی؟ والا اگه بخوام بگم چه حسی داشتم، واقعیت یه دلشوره‌ای داشتم. حالا این دلشور خب بالاخره رابطه و یه مدت زمانی و بخوای دوباره هم دیگه رو ببینی و صحبت بکنی، یه دلشوره‌ای میاد. طبیعیه خب بیاد دیگه، دلشوره طبیعیه. بله. چند وقت باهات تو رابطه بودین؟ یه سال. 1 سال. فیکس. تا اونجایی که ذهن من یاری میکنه 1 سال. درست. چند وقت کات کردین؟ بودن 2 ماه و نیم فکر میکنم. 2 ماه و نیم هم هستش که 1 سال تو رابطه بودی، بله. 2 ماه و نیم هم هستش که کات بله. کرد. کی کات کرد؟ من. باری کرد. شیوا رو نگاه بکنید بچه ها، اصلا حرکت اضافه نداره. کی کات کرد؟ من. چقدر تو رابطه بودین؟ 1 سال. این سبک مختصر صحبت کردن و دقیق و مستقیم راجع به اون چیزی که باید صحبت کردن بدون حواشی گفتگو معمولاً مختص جی هاست. یه ضرب المثلی هستش میگن لنگ کفش در بیابان نعمت نگهدار، ممکنه لازم بشه، یا هیچی رو دور نریز، ممکنه بعداً استفاده بکنی. این ضرب المثل معمولاً راجع به جی ها زیاد صدق نمیکنه. جی ها اتفاقاً خلوت میکنن دور و برشونو، خیلی دوست دارن مینیمال باشه اطرافشون. توی کلامشون هم این موضوع هست، خیلی شمرده و آماده مرتبط بودن با موضوع یه حرفی رو میزنن، آماده این بخش هستن که من حرفی رو بزنم که مرتبط باشه، حرف اضافه ای نزنم. و از قضا خب درونگرا بودن هم تاثیر داره. شیوا تا حدودی درونگرا هست، یا حداقل تو این برنامه یه مقدار درونگرا خودش رو نشون داده. اینجوری نیست که اصلا من سر چی کات کرده. هر کی اینجا گردن بگیره که کات کرده و تعریف کنه. خب یه سری مشکلات تو رابطه بود، یه دعواهایی پیش اومد، یه اختلافایی که انگار سر یه چیز تکراری ما بارها و بارها دعوا می‌کردیم. و بعد این دعواها معمولاً آقایون اینطوریان که فکر می‌کنن خب این دعوا تمام شد رفت فراموش شد، ولی واقعا وقتی حل نشده باشه اون تو ذهن خانم‌ها میمونه. بعد مثلا وقتی می‌خوای دربارش حرف بزنی که یه ول کن قور نزن، یعنی اینو قور می‌بینن. ولی واقعا یه خانم تا وقتی شما رو دوست داره که قور میزنه، خانمی که دیگه ساکته بهونه نمیگیره قطعاً دوستتون. خب نه، به صورت جنرال چنین چیزی صدق نمیکنه که جنسیت عنوان کننده این باشه که کی دائما قور میزنه یا کی میپذیره و فراموش میکنه یا تموم میکنه یه موضوعی رو. بچه ها غالبا جی ها اگر یک آسیبی ببینن یا یک خلاف استانداردی ببینن توی پارتنرشون، خلاف استانداردهای خودشون باشه، به این سادگی ها نمیپذیرن این تضاد. واقعا به این سادگی ها نمیپذیرن. جی ها پذیرش بسیار پایینی دارن. و حالا بحث جنسیت که شیوای عزیز گفت در مورد خانوم ها نسبت به آقایون دوست دارن راجع به مشکلات و مسائلی که توی ذهنشون هست صحبت بکنن. حالا اگه اون خانم جی هم باشه و پذیرنده یک تضادی نباشه توی رابطه که این آقا با چیزی که تو توقع داری متضاده و اینو نپذیره، خب این دوز قور زدن و هی بازگو کردن و هی دوباره شخم زدن گذشته بیشتر میشه. ولی حتی اگه یک آقای جی هم باشه به این سادگی ها نمیپذیره اون تضاد و شروع میکنه مدام هی ایراد گرفتن، چرا این اتفاق افتاد، چرا اونجوری شد، چرا این کار کردی. از اون طرف پی های منعطف ما داریم، وقتی یه چیزی متضاد هست با استانداردهاشون خیلی راحت ازش عبور میکنن. قرار نیستش که دنیا طبق چارچوب من باشه. پی ها اینو خوب میفهمن، برای همین دوز قور زدنشون و ایراد گرفتن و شخم زدن گذشتهشون از جی ها خیلی پایین تره. نداره. و بعد به یه جایی رسید که دیدم واقعا هیچ پیشرفتی نداریم ما و شاید مثلا به نظر ایشون اومد که یه دفعه تموم شد، ولی واقعا یه دفعه نبود. چیزایی بود که روی هم جمع شده بود، تلمبار شده بود و یه دفعه واقعا سر آخرین دعوایی که ما داشتیم، شاید دعوای خیلی جدی هم نبود ولی شما افشین رو ببینید میگه اوه پی ها اینجوری هن. و پی ها بچه ها خیلی آدم های منعطف و نرم و
پذیرنده ای. افشین الان اینجوریه او بابا ول کن دیگه، حالا اون اومده این اومده این اومده این اومده، الان باید یه بمب اتم یعنی منفجر بشه. واقعا چیزی نبوده اونایی که روی هم دیگه جمع شده. پیا اینطور فکر میکنن. برای همین رابطه با پیها بچه‌ها اصولا کار راحتیه. یعنی رابطه با جی هاست که کار سختیه، چون اینا پر از استانداردن، پر از چارچوبن، دوست دارن همه چی طبق اولویتاشون بره جلو. ولی پیا اینجوری نیستن، میگن آقا زندگی بسی جذاب است پس ادامه دهیم. سبک فکریشون اینطور هستش. و اونجایی هم که شیوا اشاره کرد که من دیدم هیچ پیشرفتی هم نمی‌کنیم، مثلا در آینده هم به جایی نمیره و اینها، این مربوط به انه. ببین انها وقتی وارد یه پوزیشنی میشن آیندهشو متصور میشن که آقا این آیندهش کجاست. ولی اسها نقطه مقابل انها خیلی به سمت آینده گرایش تفکری ندارن. به این فکر میکنن آقا همینی که الان هست، آن چیزی که میبینم در این لحظه اکنون، آینده رو ولش کن. چقدر خوبه، چقدر جذابه برام، اگه خوبه پس برم جلو. آینده رو خیلی ملاک قرار نمیدن اسها. توجهشون معطوف به اکنون، لحظه حال و مقداری گذشته است. اما انها توجهشون رو به آینده است. یعنی هر جا دیدین که فرد خیلی داره راجع به آینده و بلند مدت و دورنگار ذهنش صحبت میکنه، احتمالاً ان بالایی داره. پس تا اینجا ببینین شیوای عزیز یه مقدار درونگرا هست، در MBTI میشه I. شهودی هست میشه N. منطقی هم هست میشه T. و منظم هم هست میشه J. پس شیوا کاراکتر MBTIش INTJ هستش. INTJ ها اصطلاحاً در MBTI بهشون میگیم طراح. INTJ ها میتونن ترکیبی از هنر، مفاهیم انتزاعی، فلسفه، روانشناسی، نقاشی، موسیقی، اینا رو با همدیگه ترکیب بکنن و یک چیز جدیدی رو خلق بکنن. از این طرف افشین رو داریم. افشین خب نسبتاً برونگراتره ولی خیلی هم برونگرا نیست و آدم احساسی هستش، یعنی Fه. آدم خیلی منعطفی هم هست، یعنی Pه. تا به اینجا و از اونجایی هم که تو مهندسی هستش. بچه‌ها عمده کسانی که مهندسی میرن میخونن، کار با ابزارالات و کار مثلا با دستگاه و بدور از کار کردن با انسان ها هستن، بیشتر دوست دارن با اشیاء کار بکنن، اینها اسن. اینها اگر برونگرا باشن دوست دارن با آدم های زیادی کار بکنن، اگر درونگرا باشن دوست دارن با مفاهیم انتزاعی کار کنن، مثل هنر و موسیقی و نقاشی و ساز و یه سری مسائل این چنینی که احساس درش جریان داره، مکانیکی نیست. اما اسها برعکسن. اسها اگر برونگرا باشن میرن توی فاز کارآفرینی و نمیدونم یه چیزی رو خلق بکنن، یه چیزی رو بسازن، با ابزارها و امکانات فنی بیارن بالا. اگر درونگرا باشن اسها بیشتر به این سمت برن که یه کار فنی رو خودشون تنهایی انجام بدن. اسها خیلی مغزشون فنی هستش. خب پس تا اینجا ما افشین عزیزم ESFP تعریفش میکنیم. دیگه من خسته شدم واقعا. خانم دکتر قشنگ مشخص کاملا دلش پره. آره دیگه. من گفتم الان دیگه تمام جوش با خودش میگفت دیگه. ولی خب مسئله‌ای که همیشه وجود داشته برای من توقع بیش از حد، این توقع رو من نمیتونم، یعنی اذیت میشم. همه کارا بخواد رو اصول بره جلو، یه سری توقعای بیجا، همه کارا بخواد روی اصول بره جلو و واقعا هم شیوا چنین توقعی داره و همش کنترل بشه، گیر داده بشه که این کارا به موقع انجام بشه، سر وقت و اصولی. بچه‌ها اینا فاکتورهای جیه. جی ها رو این که یه کاری رو اصولی و درست ببرن جلو و مطابق چارچوب خودشون باشه خیلی حساسن. برای همینه که کار کردن با جی ها اصولاً کار راحتی نیست. و اینکه من آدمی نیستم که اینجوری بتونم تحمل بکنم، یعنی اذیت میشم کلا. و الان همینجوری که داره میگه یه سریاشو من نمیتونم واقعیت قبول کنم که همینجوری واسه خودش داشت تونتون واسه خودش میگفت. قبول کنی؟ ببین تمام همه این مسائلشون جان به توقع را پیدا میکنه. توقع نسبت به هر چیزی. حالا شاید تو غذا خوردنه باشه، شاید بیرون رفتنه باشه، شاید کافه رفتنه باشه، شاید خریدن یه لباس باشه، هر چیزی. گیر بودن، گیره روی خرید، گیره روی این، گیره. چرا؟ چون جیه.
جیا استانداردهای بالایی دارن و میخوان طبق اولویت‌هاشون جلو بره، کوتاه نمیان به این سادگی ها. شاید حتی وارد جنگ و دعوا و بحث بشن تا اون استاندارد خودشون رو بتونن ایجاد بکنن. پس حواستون باشه اگه با پارتنری رفتین توی رابطه که جی بالایی داره، اون یه سری استانداردها داره و معمولا هم کوتاه نمیاد. اون توقع من نیستم، یعنی من نمیتونم جوری باشم. درست. پس یعنی چیزی که الان من متوجه شدم، از نظر شما این رابطه خیلی وقت بوده تمام شده بوده، یه سری هی داستانهای تکراری با هم دیگه داشتید، قر و دعوا و اینجور چیزا. شما هم که میگی که خانم توقع زیادی داشتی تو همه خیلی زیاد. اوکی، حالا بریم جلوتر ببینیم چی میشه. فکر کردید که ته رابطه‌تون اینجوری بشه، تشریف بیارید ما در خدمتتون باشیم، بپرسیم چند وقت کات کردی، چرا کات کردی؟ اولش که نه، اول همین رابطه ها خوبه، ولی بعد از 5-6 ماه من تقریبا متوجه شدم که ممکنه این اتفاق بیفته. حالا تو این برنامه نه، ولی رابطه‌مون به جایی نمیرسه. چرا ادامه دادی؟ فکر می‌کردم عوض میشه، درست میشه، ولی نه. فکر میکرد. شما چی؟ میگه فکر میکردم عوض میشه. خب اول رابطه که همه چی خب اوکی میره جلو، ولی خب من میگم مسئله که با این خانم همیشه داشتم سر قضاوت کردناش. قضاوت ها یه نکته هم بهتون بگم، حالا تعاریف کلامی هر کدوم از واژه‌های MBTI رو بعداً میذارم، ولی این که میگیم جی ها، جی حرف اول کلمه جاجینگه یا همون قضاوتی. اوکی، جی ها میگن ببین یا قرمزه یا آبیه، یا سفیده یا سیاهه، یا شبه یا روزه، یا بالاست یا پایینه، حد وسط ندارن. جی ها میخوان تکلیف یک چیزی رو در ذهنشون مشخص کنن یا به اصطلاح راجع به اون موضوع قضاوت بکنن. اوکی؟ و عمده اختلاف شیوا و افشین عزیز هم دقیقا سر جی و پی هستش. شیوا خیلی جی بالایی داره و افشین پی بالایی داره. اینی هم که افشین میگه آقا من نمیتونم اینقدر توی چارچوب باشم، توی استاندارد زندگی بکنم. واقعا معمولا درسته، یعنی پی ها احتیاج دارن اصلا یه مقدار آزاد باشن، رها باشن و بعضی وقتا اصلا کسی بهشون کاری نداشته باشه. اینم بدونینا پی ها یه پارادوکسی دارن، همون جوری که دوست دارن آزاد و رها باشن، همون جوری هم بعضی وقتا دلشون میخواد یه نفر فشار بیرونی بهشون بیاره که زودتر یه کاری رو انجام بدن. خودشون میدونن اگه این فشار بیرونی نباشه ممکنه اصلا کارها رو انجام ندن و کلا پشت گوش بندازن. برای همین از کسایی که یه فشاری هم بهشون میارن معمولا پی ها استقبال میکنن از این موضوع. همون توقعی که ما اول صحبت‌ها اشکان جون بهت گفتم، یکی از مسائلش همین بود دیگه. قضاوت بیش از حد، اتفاقی که نیفتاده میگفت میخواد بیفته. خب اگه تو 5-6 ماه اگه واقعا بد بودم چرا خب 1 سال موندی؟ نه اتفاقا شما عوض شدی، 5-6 ماه خوب بودی، بعدش عوض شدی. آدما خیلی زود عوض نمیشه، آدما همون کاراکتری که دارن هستن. اولش اصلا اون چیزی که بعد 5-6 ماه تغییر کرد من میگم این قضاوت رو اگه یه ذره کنترل کنی کلا نه، اصلا من میرم کنار، تو زندگی خود برای خودت بهتره. نه اصلا شما همه چیز سطحی میبینی، من بیشتر یه مقدار بیشتر فکر میکنم، عمیق‌تر فکر میکنم، شما سطحی میبینی. جی ها بچه‌ها یه معضلی که دارن، زندگیشون مثل دومینو به همدیگه وصله. نمیدونم حالا تجربه اینو داشتیم پای قرهای یک جی بنشینید یا نه. مثلا یک جی به این فکر میکنه اگه آلارم ساعتم صبح رأس ساعت مثلا 6 نزنه، حالا گوشیم خاموش شده یا یه نفر گوشی رو از بالا سرم برداشته جاشو عوض کرده، من اگه به جای 6 و 40 دقیقه صبح بیدار شم به مثلا دوش گرفتن نمیرسم، به دوش گرفتن نرسم مجبورم بدون دوش برم سر کار، احساس خستگی و کرختی دارم و سر حال نیستم، توی کار انرژی ندارم، خرابکاری میشه، با همکارم، با مدیر، با زیردستم خوب صحبت نمی کنم، یه نفر استعفا میده کار یه بخشی از شرکت میخوابه، اون بخش بخوابه، من باید پاسخگو باشم یا اصلا مدیر کسب و کارم باید بگردم حالا یکی رو پیدا کنم مصاحبه، اون بعد این میره کار میخوابه، درآمد نمیاد، درآمد نیاد، چک شرکت برگشت بخوره، چک برگشت بخوره، بی‌اعتبار میشیم، جنس نمیتونیم تولید کنیم. ببین یعنی میخوام بگم جی ها استاد اینن از کاه کوه بسازن. خیلی از اوقات هم واقعا درسته ها، ولی موضوع اینه بابا یه جایی توی زندگی برای اینکه این اثر دومینو رو تو قطعش بکنی
لازمه که منعطف باشی. بابا حداقل دیگه یه روز دوش نگرفتن باعث عدم کیفیت کارایی تو محل کارت نشه. اوکی؟ ولی جیها اینجوریه زندگیشون، عین دومینو همه به هم دیگه وصلن. شما یه دونه رو بزنی بندازی یهو دیدی همش ریخت. اوکی؟ که حالا ما بعدن اینا رو باز میکنیم که اینا اصلا تو بحران چجوری مغزشون کار میکنه، چطوری میتونن مدیریت ریسک بکنن، چطوری میتونن ضررها رو کاهش بدن. بعضیاشون اصلا یهو ول میکنن همه چیزو، میگن آقا اصلا بذار هر چی میخواد بشه، یعنی یا صفرن یا صدن و کلی داستانهای دیگه که حالا صحبت زیاده. MBTI هم در حدود 30 ساعت محتوای آموزشیه، ولی خب من هی دارم رندوم از بینش میکشم بیرون، راجع به ویدیوها صحبت میکنم. شما درست میگی. بله. پیشنهاد دوستی کی داده بود؟ من. شما دادی؟ بله. چجوری پیشنهاد دادی؟ کی دادی؟ من والا برای کلینیک پیشنهاد دادی؟ من برای پوستم رفته بودم دنبال کلینیک میگشتم. خب دیگه تو اینستاگرام کلینیک پیدا کردم. اتفاقی که بچه‌ام تایید کرد که آقا اینجا مثلا خوبه، من دوستام رفتن. بله. دیگه منم رفتم اونجا برای پوست. دیگه نصد دلو. آره دیگه اونجا دیگه خوشم اومد. و چجوری پیشنهاد دادی اونجا؟ خوبیش این بود که 3-4 جلسه باید میرفتم. دیگه تو جلسه دومینا دیگه واقعا خوشم اومد. و جلسه آخر که دیگه تموم شده بود دیگه من درخواست دوستی بهشون دادم و شماره‌مو بهشون دادم. دیگه رایگان بری پوستتون درست. نه دیگه حالا رایگان نه. اون جلسه هم اضافه اومد. بله. شما چی شد پیشنهادش رو قبول کردی؟ خب میگم اولش خب خیلی آدم مهربونی بود، جنتلمن رفتار میکرد، حول نبود، رفتارش ادبیاتش خیلی خوب بود و خیلی اینطوری به نظر میومد که خیلی منو دوست داره. برام واقعیت اینه که INTJ معمولاً زبان مستقیمی داره. حالا اینکه افشین این بوده یا نبوده رو که ما نمیدونیم اصلا، ولی اینکه اینقدر واضح و مستقیم یه حرفی رو INTJ بگه، بله واقعا ازش برمیاد. حالا باز خدا رو شکر INTJ. اگه ENTJ بود، برونگرا هم بودش، خانم دکتر، دیگه ممکن بود هر حرفی رو بخوان. البته این درست واقعیت بوده شاید از نظر ایشون، ولی خب بالاخره ما یک موضوعاتی داریم به عنوان احساس، به عنوان نرم کردن صحبت، گرفتن زوایای نکتیز یک صحبت. منتها ENTJ ها، INTJ ها خیلی این موضوع رو مد نظر قرار نمیدن. خیلی مهم بود مثلا احساسی که ایشون دوربین مخفیه. بعد و خب دیگه خیلی هم پیگیر بود دیگه. من قبول کردم. دوری مخفیه فکر کنم اشکال جان. چرا؟ یا اصلا من نفهمیدم چی شد. یا جنتلمن و حول و بالا پایین مثلا فکر می‌کردم اینجوری نبوده دیگه. حالا نبوده. باشه ترجیح میدم تو این یه تیکه اصلا چی نگم. خب نه واقعا جنتلمن هست، مهربون هست. الان که نبودم که. نه گفتم که اینجوری بودی که من قبول کردم. نگفتم خب یعنی اینجوری بودم، یعنی بعد ESFP که افشین عزیز باشه، حالا خیلی هم برونگرا نیست، حتی شاید ISFP هم بتونیم افشین رو در نظر بگیریم. کلا آدمای بادرکی هن. به خاطر فاکتور Fشون که احساسات و عواطف هست، خیلی آدمای بادرک و مهربونی هستن و معمولا کوتاه میان توی رابطه. اهل جنگ و بحث و دعوا و جدل و اینجور چیزا توی رابطه نیستن. چیزی که افشین در اوایل بوده، یه مثلا مرد ESFP خیلی حواس جمع به فکر پارتنرشه که خیلی مراقبه که همه چیز طبق خواسته های اون بره جلو. بعد از یه مدتی دیده نمیتونه تا این حجم رو تأمین بکنه و یه مقدارم به خودش اومده رسیده که بابا مثلا من اینو نمیتونم انجام بدم، اون کارو نمیتونم انجام بدم. از اونجا چالش ها آغاز شدن. اینجوری نبودم دیگه که به هم خورده. نه جنتلمن بودن هنوز هست، ولی خب یه سری چیزای دیگه دیدم که یه دقیقه جلوتر می‌بینی یه چیزا تغییر میکنه. اونم بود بعدن این نبود. همش چی داره مثلا من جنگی ندارم که میگم اصلا همش دعوا داره. آخه چیزی که نیست و وقتی که میگی خب آدم ناخواسته بهش فشار میاد. اصلا من حرف بزنم می‌بینی مثلا میپره واسه خواهش می‌کنم ترن خودتون صحبت کنید. یعنی من به جفتتون این فضا رو میدم قشنگ صحبت کنید، خودتون دفاع کنید، بحث هم کنید. من اصلا دخالت نمی‌کنم، ولی مخاطب میگه چرا اینقدر بحث می‌کنید، دوره صحبت کنید. چشم. زنده باشید. چشم. من اصلا سوالای بعدی می‌پرسم، شما حرف دلتون رو بزنید. راحت، ریلکس. مرسی. عزیزی. خانم شیوا، شما تایپ مورد علاقتون چی؟
میخوام بدونم که افشین تایپ شما بوده یا نبوده. اون چیزی که معیارم بود نه واقعا، ولی خب چون خیلی مهربون بود، خیلی مثلا میگم یه سری کارهایی که کرد من خیلی دوست داشتم، باعث شد که اصلا فراموش کنم اون معیارامو. معیارتون چی بود؟ خب خیلی روی ظاهر خیلی حساس تر بودم، روی رفتارشون هم. شما بگین ظاهری که خانم دکتر میپسنده چیه؟ غالباً کلاسیک. جی ها کلن استایل کلاسیک میپسندن، هم برای خودشون هم برای پارتنرشون. علل خصوص خانوم جی که دیگه حتما برای آقایی که پارتنرش باشه استایل کلاسیک رو میپسنده، مردونه، متین، یه مقدار کلاسیک و سنتی. همون بود که مثلا واقعا دلم میخواست، ولی استایل ظاهرش نه. ظاهرتون چی دوست داشتی؟ ظاهرم خب خیلی کلاسیک تر بود، خیلی مثلا مدل لباس پوشیدنش و اینا خیلی این شکلی نه. قد بلند برام مهم بود، اینکه طرف مثلا حتما ورزش کنه، باشگاه بره، یه روتین منظم داشته باشه. روتین منظم داشته باشه، باشگاه بره، حواسش به غذا باشه، حواسش به زمان باشه، به موقع بره سر کار، به موقع بیاد. یعنی اینکه جی باشه. یه نکته رو بچه‌ها بهتون بگم. جی ها فکر میکنن که واقعا از پارتنر جی خوششون میاد، اما من از همین جا خدمت همه جی ها عرض میکنم جی ها چون استانداردهاشون مشخصه و روش مصرن که محقق بشه، با پی ها معمولا رابطه بهتری دارن، چون پی ها پذیرنده استانداردهای یک جی هستن، خیلی بیشتر از یه پارتنر جی پذیرنده هستن. شما اگر با یه پارتنری برین توی رابطه، در صورت که جی باشینا، که خیلی منظم باشه، روتین باشه، فلان باشه، اینجوری باشه، اونجوری باشه، خب اون دیگه استانداردهای شما رو نمیپذیره، اون دیگه با شما کنار نمیاد که حرف شما باشه و استانداردتون محقق بشه. اینو خیلی اگه جی هستین یه لحظه فکر بکنین. شما اگه خودتون آدم منظمی باشین و باید همه چی از قبل تعیین شده باشه و سر وقت برین و اینها، معمولا با یک جی دیگه به این سادگی ها نمیتونین تعامل بکنین. مثلا میخواین برین بیرون، تو استانداردت اینه که ساعت 8 شب باید بری مثلا اون قرار رو، اون یکی هم استانداردش اینه که نه من فقط 6 بعد از ظهر میتونم بیام، و به توافق نمیرسن دوتا جی خیلی وقتا، چون یکیشون نمیتونه کوتاه بیاد تا اون یکی استانداردش محقق بشه. پس این نکته رو در نظر بگیرین. جی ها فکر میکنن مثلا پارتنری که جی باشه براشون جذابه چون باشگاه میره، روتین داره. خیلی از وقتا میخوان یه حرفی رو بزنن به طرف بقبولونن که مطابق استاندارد خودشونه، بعد اون طرف هم چون جی نمیپذیره میگه نه منم استاندارد خودم رو دارم، و به توافق نمیرسن با هم دیگه. ویدیو رو تا اینجا نگه داریم بچه‌ها، تا دقیقه 8:30 اومدیم. تا اینجا عمده اختلاف شیوا و افشین عزیز سر فاکتور جی و پیه. شیوا خیلی منظم و قضاوتیه، افشین خیلی منعطف و ادراکیه، یعنی همینی که هست و درک میکنه، اصطلاحاً بهشون ادراکی هم میگی، منعطفه. ویدیو رو تا اینجا نگه داریم تا ویدیو بعد احتمالاً ادامهش رو تحلیلش رو براتون میذارم. خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردین بچه‌ها، ممنون که زمان گذاشتین تا آخر دیدین. لطفاً ویدیو رو لایک بکنین، سابسکرایب بکنین و برای دوستانتون ارسال بکنین و حتماً برای پارتنر عاطفیتون ارسال بکنین تا با فهم علم روابط بتونیم احساس خوشبختی و سعادت بیشتری رو کنار همدیگه تجربه بکنیم. خیلی دوستتون دارم، میبینمتون تا ویدیو بعدی.